بهزاد علیبکوف ساکن ترسونزاده یکی از آنها است که از امکانیت‌های این برنامه استفاده کرد. وی تا چند ماه پیش یک کشاورز عادی بود. توسط این لایحه 100,000 سومانی گرانت و 100,000 قرض امتیازدار دریافت کرد و با آن تراکتور MTZ 82 خرید و اکنون به حیث کرایه‌کار با این تجهیزات کار می‌کند و می‌تواند برای خود و خانواده‌اش درآمدی بیشتر آورد. پیش از تراکتور گرفتم من در امو کلغوز حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یک شناس شدیم میشه شهر رفته همین لایحه خطی لایحه پیشرفت خطی شناس شدیم که ما در معقول شد. بعد همین تراکتور MTZ 82 تمغه MTZ 82 سه خریداری کردیم. من حاضر کار کرد سادیم خدا را شکر رحمت همه ساز نرمانه پرس کرد سادیم انشالله نصیب کرده باشه. بعد پرس این زمینای جوش میکنیم کیش میکنیم. زنان، جوانان و معیوبان در این لایحه برتری دارند و میتوانند از آن بهره برند. شیرین گل نورова یکی از دیگر کشاورزان است که با استفاده از پول این لایحه گرمخانه بنیاد کرده است و میخواهد در فصل سرما پالزی ها را به بازار برآورد. تا شروع این لایحه خانه نشین بود ولی اکنون نه تنها خود بلکه زنان دیگر را نیز با کار تامین کرد. هم میخواهیم که زنهای خانه‌نشین به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمان با محصولات دائمی پر کنیم. خیلی چیز زندگی ما باید بلند برداریم. آغاز این لایحه به خروج بیماری کووید 19 راست آمد و در سرعت پیشرفت آن مشکل ایجاد کرد، اما با این وجود تاکنون 30 نفر از صاحبکاران تنها از ناحیه‌های تابع مرکز علاقه از آن بهره گرفتند و کار خود را شروع کردند. تا حال در ناحیه تابع جمهور بهره‌گیرندگان همین برنامه زیاده از 30 نفر شدگی‌اند که گرانتشون گرفته کارشون و فعالیتشون سر کردند. اینا دهقانا شخصان انفرادی کارهایی که تجارت‌های انفرادی سر میکنن گروه مقصد همشون در گروه مقصدنا که لایحه میدرن یعنی که این جوانان این زنان و شخصان معیوب. اجرای لایحه هنوز در جریان است و مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحبکار در جمهوری میرسد. در ناحیه‌های تابع مرکز تا 200 نفر میتوانند از آن بهره برند. در همین حال اخونوف گفت ساکنان گاه‌ها به واقعی بودن برنامه باور نمی‌کنند و وقت شرط و امتیازها را به مردم میفهمانند بسیاری ها میگویند فریب است. خیال میکنند که این دروغ است و یا اینکه این یگان کسی دیگر میگیره دوی پول دمون نمیرسد. هر یک شخصی که در گروه مقصدناک هستند این زنها، جوانها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونن بهره گیرنده همین لایحه شوند. برنامه با 11 میلیون دلار بانک جهانی راهاندازی شده. مرکز تطبیق لایحه دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه آن را اجرا میکند. این برنامه عین زمان در ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سوغد و ختلان عملی می شود. برای اجرای این برنامه در 13 ناحیه تابع مرکز تشکیلات غیر دولتی پیش صف کار شریک انتخاب شده است.